پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید حمله طرح ریزی شده نظامی به ایران را به تأخیر گذاشته است. او می‌افزاید که این تصمیم پس از پیشنهاد ابتکارهای نوی صلح جمهوری اسلامی که توسط پاکستان به آمریکا رسیده اند گرفته شده است. خب در حالی که ما برای حمله گسترده پگاه آماده می شدیم، کشورهای دیگر به من مراجعت کردند که حمله را کمی به تأخیر گذارم. بهتر تا بعد کنار گذاریم، ولی احتمال تا چند مدت، چون که مذاکرات بزرگ با ایران جریان دارد. ببینیم با چی می انجامد. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عرب و بعضی کشورهای دیگر درخواست کردند که عملیات را برای مدت کوتاه 2-3 روز به تأخیر گذاریم، چون که آنها فکر می‌کنند به سازش نزدیک شدند. ایران تصدیق می‌کند که با دست پاکستان به واشنگتن پیشنهادهای نوی صلح را ارائه نموده است. در صحبت با خبرنگاران، ترامپ تاکید کرد که سازش با تهران تنها در صورت امکان پذیر می شود که جمهوری اسلامی از تلاش ساختن سلاح هسته‌ای دست کشد. به نظر می رسد امکانی خوبی وجود دارد که آنها به سازش رسند. اگر ما این کار را بدون بمباران و تخریب آنها به پایان رسانیم، من خیلی خوشبخت خواهم بود. طبق معلومات از منبع‌های ایرانی، پیشنهادهای نوی تهران ختم نزاع، بازنمودن گلوگاه هرمز، کاهش تحریم ایران و حل بحث‌های مربوط با برنامه هسته‌ای تهران را در بر می‌گیرد. همچنان به قول ایرانی‌ها، واشنگتن در مسئله رها نمودن مبلغ‌های حبس شده ایران و استفاده ملکی نیروی هسته‌ای نرمیش نشان داده است. ولی مقامداران در واشنگتن این ادعای ایران را تصدیق نمی‌کنند.